السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ایستاده بخش خبری و تحلیلی هفته در استودیو با شما جهانگیر صابر. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد و در عرفیت میگویند که قاعده راه این فایده راه یا اینکه احتیاط نیمی حیات، اما بعضا از به اعتباری و به احتیاطی فرزند انسان هنگام اداره کنی واسطه های نقلیات حالت های ناخوش با وجود می آید. در وسایط اخبار عموم قریب که هر روز می بینیم و می شنویم که صدمه رخ داده است و به حیات کسی ضامن گردیده است این حادثه، اما هیچ خلاصه نمی کنیم. موضوع را دوام می دهیم. قاعده راه فایده راه یا اینکه احتیاط نیمی حیات میگویند که این حق است و راست، اما بعضا از به اعتباری و به احتیاطی فرزند حضرت انسان هنگام اداره کنی واسطه های نقلیات حالت های ناخوش به وجود می آید. در وسایط اخبار عموم قریب که هر روز خبرهای ناخوش را وابسته به صدمه میشنویم و میخوانیم، اما هیچ خلاصه نمی کنیم. در کوچه های مرکز ناحیه بسیار شاهد آن میشویم که رانندگان ماشینشان را به جای دلخواهشان میگذارند، حتی به جایهایی که در آنجا علامت های مخصوصی منع کردن گذاشته شده باشد هم. بغیر از این نه در جای پیاده گذر می ایستند و نه به قاعده های راه رعایت می کنند. هستند آنهایی که به خادمان حرکت بی خطری راه دوغ و پوپیسه می کنند، حال آنکه یا قاعده را ویران کردند و یا حجت های لازمی رانندگی را در دست ندارند، یا هنگام کاغذ جریمه پر کردن به شناسها و نزدیکان منصبدارشان زنگ زده میگویند که فلانی را گوی حجت‌های مرا برگرداند. بعضی از منصبداران باشند خلاف قانون کار میکنند، زنگ زده میگویند که او جیانی من است، حجت‌هایش را دهید، ما هم در خدمت. این حالت را عیناً امروز هنگام گذرانیدن رید از جانب خادمان حرکت بی خطری راه گواه شدیم. حتی این حجت به شما ما به حجت هم میگردیم گفته دوغ و پوپیسه کردن بعضی از صاحبان واسطه های نقلیات را گواه شده انگشتی حیرت گزیدیم. خاطررسان میکنیم که در ازبکستان قانون استوار و جزا مقرر است، همه نزد قانون برابر، خواه حاکم باشد خواه پرکرار و خواه شهروند عادی. امروز خادمان حرکت بی خطری راه در مرکز ناحیه رید گذرانیدند با مقصد در کوچه های مرکز برقرار نمودن ترتیب. واقعا در کوچه های مرکز ترتیب نیست، همه به جای دلخواهش ماشینش را گذاشته می رود. با آن رانندگانی که به جایهای منع کرده شده دیده و دانسته ماشینشان را گذاشته رفتند، کاغذ جریمه پر کرده شد. Hozirgi kunda Farg'ona viloyati So'x tumanida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida maxsus reydlar o'tkazmoqdamiz. Transport hodisalarining so'nggi vaqtlarda ko'payganligi, hozirgi kunda yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida maxsus reyd tadbirlari o'tkazmoqdamiz. So'x tumani hududida markazda joylashgan yo'l harakati qoidalarining 3-bandi 327 belgisi ostida transport hodisalarini o'zboshimchalik bilan to'xtatish va to'xtagan transport hodisalarini haydovchilarga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish jarayonidamiz hozir. Ushbu chap tomonimizda So'x tuman markazi joylashgan 327 belgisi ostida mana ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda maxsus tadbirlar jarayonida o'tkazayotgani sababli umuman mashinalar yo'q. Harakat xavfsizligi yaxshi. Odamlarga tushuntirilyaptimi shu? Haydovchilarni ham umumiy tartibda yig'ib tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shu belgilar ostida to'xtashlar, harakat tezliklari bo'yicha, piyodalarga yo'l berish masalalari bo'yicha umumiy yana tushunchalar berib o'tilmoqda. واقعا در نتیجه بجای دلخواه گذاشته رفتن ماشین از جانب رانندگان در مرکز به ترتیبی ها به وجود آمده است و آن به حادثه های ناخوش سبب شدنش از احتمال خالی نیست. ما یک چند بار در این باره لوحه و گزارش ها تهیه کرده بودیم. خادمان خدمت حرکت بی خطری راه نیز یک چند مراتب رانندگان را آگاه کرده بودند، اما همه گفته خود را اجرا می کند. باز همان حالت. هنگام پر کردن کاغذ جریمه بعضی از رانندگان اعتراض کردند که خادمان خدمت حرکت بی خطری راه علیه قانون کار کرده ایستادند، آنها حق را هم برابر ناحق به جریمه میکشند گفته به ما مراجعت هم کردند. اون دو تا ماشین دار ماشین تا گفت من فردومم ما اونجا میداریم گفتم یا چی شد با سون بار اینجا اومدم ماشین فرای اینو شوپر کرد حقش ای من با نه تو فهمتم ما بور آورد دی قانون آورد تبریک قرب دوشیم. ما بناور گرفتیم جایی که اونجا منع کرده شده است، آورده ماشین رو موندن در نوار. ما دو تا ماشین مونده که بعدا که همون دو تا ماشین گراندم من فردومم شوپر در روز استاد.
به این گونه مراجعت ها خادمان خدمت حرکت بی‌خطری راه شرح داده گفتند که اگر ما از روی قانون کار نکرده باشیم، مرحمت کامیرا هست، کامیرای شما پر را به تصویر گرفته ایستاده است که بینید و بعد خلاصه کنید. درست است که ما همه جریان ها را پر نواربرداری کردیم. امروز هنگام گذرانیدن رید یک چند رانندگان به جریمه کشیده شدند، یک چند ماشین ها به میدان جریمه درآورده شدند. اکنون یک خلاصه کنیم عزیزان، مگر این کار خادمان خدمت بی‌خطری را به منفعت ما و شما نیست؟ مگر تشکیل چنین ریدها برای تأمین بی‌خطری ما و شما نیست؟ پس چرا با برابر نداشتن حجت رانندگی و یا به جایهای منع کرده شده ماشینمان را گذاشته رفتن باز به خادمان حرکت بی‌خطری راه دو و پوپیسه میکنیم؟ یا به ترتیبی در کوچه های مرکز به حیات نفر از شهروندان ضامن شود بعد اندیشه میکنیم؟ چرا من جیانی فلانی فرزند فلان منصبدار گفته منمنی میکنیم؟ آیا نمیدانیم که قانون برای هر یک شهروند ریسپوبلیک ازبکستان برابر است؟ بیایید عزیزان اکنون از روی عقل کار کنیم. با خویش و تبار منصبدارمان فخر کردن را یک سو گذاشته قانون را احترام کنیم. این همه سعی و حرکت ها به منفعت ما و شما برای تأمین بی‌خطری حیات ما و شماست. مراد ما گفتن بود و گفتیم. خلاصه از خود شما عزیزان. طوری که در دوام بخش خبری و تحلیلی هفته به شما گفته گذاشتیم، بین مردم معما خیلی بسیار است، اما حاکمیت ناحیه نیز به این معماها بی‌فرق نیست. کوشش کرده ایستاده است برای آسان نمودن مشکل های مردم، برای برطرف نمودن معمای خلق. در همین خصوص موضوع را دوام می‌دهیم. فصل زمستان گرچند بعد روزهای به شمار فرا می‌رسد، الکی حرارت هوا پست شده است. برف اول نیز باریده از آمدن فصل درک داد، اما تا به امروز بعضی از ابیکت‌های اجتماعی برای زمستان گذرانی تیار نیستند. از این خاطر حاکم ناحیه دیروز به حدود سکتور یکم و دوم رفته بعضی از ابیکت‌های اجتماعی را از نظر گذرانید. تیار نبودن نقطه طبی محله غزنا برای زمستان گذرانی معلوم گشت. سیستم‌های گرمکنی نقطه طبی پر را کار نمی‌کند. در این جاده متصدیان وظیفه‌دار کرده شدند. پس آن حاکم به مکتب‌های این حدود تشریف فرمود. همه مکتب‌ها پر را با انگشت سنگ تامین کرده شدند و برای زمستان گذرانی تیار هستند. حاکم در محله غزنا به اهالی واخورد و آنها مسئله‌های نرسیدن صنفخانه‌ها در مکتب محله، تنقیصی آب نوشاکی و کوچه‌های تعمیر طلب را به میان گذاشتند. حاکم قید کرد که در سال آینده بنیاد بینای علاوه‌ای در حدود مکتب محله به دستور دولتی داخل کرده می شود. معماهای دیگر را نیز به زودی حل خواهند کرد. محله دهویران نیز در حدود سکتور یکم جایگیر شده است و اهلش اساساً از کوچه‌های در زمستان لایه‌آلود و در بهاران چنگالود اذیت می‌کشند. در قبول‌های سیار حاکم ناحیه و رهبر ولایت نیز دایر به این مسئله اهالی مراجعت کرده بودند. واقعاً در فصل زمستان در کوچه‌های داخلی محله حرکت کردن امر محال است، خصوصاً برای بچه‌های مکتبخوان خیلی دشوار میباشد. از این خاطر با یاری حاکمیت ناحیه و ولایت کوچه‌های داخلی این ده شغل پوش کرده میشوند و الکی کارهای منفش کردن کوچه ها آغاز یافته است. اهل ده باشند از این اقدام نیک، از این گونه اعتبار و غمخواری منتدار بودن خیش را گشته و برگشته اظهار نمودند. سه روز پیش با حاکم ناحیه مراجعت کرده بودیم که کوچه ما رسو رفته نمیشد. التماس کردیم، حالا آورده شغال خالی کار سودیان کوچه ها نقض میشد. پیش از سیلاب کمپینش جدا وای نقض کردن، تشبوسی نقض شد.
چنین کوچه های در حالت خراب بوده در محله نواباد نیز ارزی وجود دارد و کوچه های این محل نیز شغل پوش کرده می شوند. حاکم ناحیه فرخ اوسرف نیز به این محله تشریف فرموده از کارهای تعمیری و شغل پوش کنی راه های داخلی محل دیدن کرد. می توان گفت که معماها آهسته آهسته حل خود را می یابند، البته زیرا هر یک قرار و فرمان های حکومت و سرور دولت تشبث های حیات بخش پر را به منفعت مردم سعادتمند این کشور آفتابی نگرانده شده است. موفقیت هایی که به دست می آوریم باعث افتخار است، اما معماها نیز کم نیستند، خصوصا از تنقیصی آب نوشاکی در بعضی محله های ناحیه، از آب جویباری که در عین حال بدبوی و به سلامتی انسان ضررآور است استعمال کردن اهالی به ما بسیار مراجعت ها می افتد. معما بسیار است، حل آن باشد فرصت طلب می کند. علاوه بر این از مسئولان و متصدیان سعی و حرکت نیز بیشتر طلب کرده می شود، زیرا سعدی بزرگوار می گوید که به هر کار همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. عائله های احتیاجمند، اشخاصی که به تقاضای تقدیر ناگران شدند، همیشه در حمایه دولت قرار دارند. واقعا در مملکت ما هیچ کس از مهر، نظر و اعتبار دولت دور نخواهد ماند. اصلاحات هایی که در وطن ما به عمل تطبیق می گردند بدون مبالغه تنها به منفعت انسان، بلند برداشتن طرز زیست مردم خدمت می کند. از آن روزی که سرور دولت شوکت میرزیایف همچون پرزیدنت فعالیت خود را آغاز کرد، شعار زیرین را مقصد اساسی سیاست کنونی اعتراف نمود: خلق برای اداره های دولتی نه، اداره های دولتی برای خلق خدمت می کنند. تحت این غایه نکو در دوام 3 سال اخیر در راه فراوانی حیات مردم کارهای بسان نظررس به عمل تطبیق گردیده و می گردند که این را امروز مردم عالم به خصوص سیاستمداران معروف دنیا اعتراف کرده ایستادند. اعتبار و احترام اشخاص دارای امکانات محدود در جامعه امروز به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. از این رو هر سال در مملکت ما 3 دکبر روز عمومی جهانی حمایه ناگرانها به طور وسیع تجلیل می‌گردد. در ناحیه سوخت نیز دیروز به همین مناسبت در خانه مدنیت ناحیه که در مرکز ناحیه جایگیر شده است تدبیر متنتن برگزار گردید. در آن از هر محله های ناحیه اشخاص دارای امکانات محدود یعنی ناگرانها اشتراک کردند. در تدبیر حاکم ناحیه فرخ اوسرف شرکت ورزید و اشتراکداران تدبیر را به روز عمومی جهانی حمایه ناگرانها تبریک نمود. Yolg'iz kishilar holidan xabar olinadi. Ularga homiylar tomonidan dori-darmon, tibbiy vositalar, tayanch, ortopediya moslamalaridan iborat sovg'alar topshiriladi. Turli tadbirlar, xayriya marafonlari, konsertlar, badiiy ko'rgazmalar tashkil etilib kelmoqda. Albatta, biz bularni doim qo'llab-quvvatlaymiz. واقعا هدف از برگزاری چنین تدبیر و چاره‌بینی ها در آن افاده می‌یابد که اعضای برابر حقوق و جدا نشونده بودن شخصان دارای امکانیت محدود در جامعه را به خوبی درک سازیم و بدون شک با افتخار گفته می توانیم که در ازبکستان صاحب اختیار منفعت انسان از هر چیز بالاست، قدر حضرت انسان بلند است. اشتراکداران تدبیر از آن سرفراز بودند که همیشه در حمایه دولت، اعتبار و غمخواری های حکومت و سرور مملکت قرار دارند. آنها نمیدانستند که خرسندی خیش را چطور بیان سازند، زیرا قلب آنها از این گونه اعتبار و غمخواری ها لبریز شادی و فرح گردیده بود. شاعر بسا خوب فرموده: پول اگر اضافه است در جعبه من، همسایه گرسنه من کعبه من. واقعا چون اهل ذکر میگویند شاد نمودن دل احتیاجمندان و شخصان دارای امکانیتش محدود برابر به طواف خانه خداست. به این معنی سعدی بزرگوار نیز خیلی خوب فرموده: به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آر. از این رو در تدبیر دستور ادبی بدیع و موسیقی نیز از جانب صنعتکاران خانه مدنیت ناحیه نمایش داده شد که آن براستی اهل تدبیر را خیلی پسند آمد. سرود و ترانه های دلنشین صنعتکاران محلی به دل اشتراکداران یک عالم خرسندی بخشید که از این بهتر و بزرگتر ثواب نیست. چون در بالا گفتیم شاد نمودن دل شکسته یکی از بزرگترین فضیلت های انسانی به شمار می رود. در مملکت ما این فضیلت نیک و خیرخواهانه به درجه سیاست دولت اعتراف شده است. در واقع در تدبیر اشتراکچیان جنگ بین المللی نیز شرکت ورزیدند و به آنها نیز تحفه‌های گرانبهای تشکیلات‌های سرپرست و حاکمیت ناحیه تقدیم کرده شد. اعتراف باید کرد که اشخاص دارای امکانیت محدود را دولت حمایه و دستگیری می‌کند.
در عرفه جشن و مراسم ها از جانب دولت و شخصان سخاوتمند به آنها کمک های خیریوی رسانیده می شوند. چون در آغاز سخن گفتیم در مملکت ما هیچ کس هیچگاه از نظر و اعتبار دولت در کنار نخواهد ماند. تدبیر در مرکز مدنیت ناحیه تادر دوام کرد و اهل حاکمیت و تشکیلات های حامی توانستند دل اشخاص دارای امکانیتش محدود را آباد سازند و این آبادسازی دلهای شکسته در راضی نمودن احتیاجمندان و ناگرانها از سیاست کنونی اهمیت مهم کسب نمود. در واقع به یک چند نفر شخصان دارای امکانیت محدود عرابچه های ناگرانی سپاریده شد که از این قلب هر یکی آنها لبریز شادی و فرح گشت. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasi ogohlantiradi. Ha qo'shni? Assalomu alaykum. Xo'p, Qo'shni yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? ha bu gaz ballon ko'tarib nima qilyapsiz? Ko'rmaysizmi? Propan zapravkaga boruvdi. Hop, Mumkin emas deyishdi. ha mumkin emas-da. Men bilmas ekanman-da mumkin emasligini. Qo'shni, lekin bir yo'li bor. Nima qilsa bo'ladi? Meni mashinamda sizni balloningizga gaz o'tkazsa bo'ladi. Bundanmi? Ha, faqat hech kimga indamaysiz. Qani menga yordamlashinglar. Yaxshi bo'ladimi? Men sizga o'rgatib qo'yaman. Ana undan keyin qiynalasiz. Xavf emasmi? Avtotransport vositalariga o'rnatilgan gaz ballonlaridan maishiy gaz ballonlariga gaz quyish taqiqlanadi. Gazdan kelib chiqadigan xavf-xatarning oldini olish, yong'in chiqishi, portlash yoki insonlarning zaharlanishlariga yo'l qo'ymaslik uchun gazdan foydalanish qoidalariga qat'iy amal qiling. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Yong'in xavfsizligi boshqarmasi, Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasi